دوستای عزیز، امروز عید است. براتون یک ویدیو میخواستم بسازم میره دیروز، ولی متاسفانه نشد. انشالله که عید خوبی داشته باشید، بتونیم یک لحظه یک لبخند در لب شما بیاریم. امروز بچه ها را داریم، عید مبارکی میکنه قیدتان. سلام لالا، عیدت مبارک. گپ نمیزن. همچنین لالا. I love you too. سلام علیکم، عیدتان مبارک. نماز روزه گرفته و نگرفته شما قبول باشه. جانم هستی دانس هستی که میگی بیستیره جان. این خفا گپ نمیزنه. عروس خانم نه عیدت مبارک ناصر. تشکر. عید خودت مبارک. اولو چک داداش کاردم گرفتی. تشکر خالد جان. او موی بجبل. تشکر جاوید میدی جان. ناصر جان عیدت مبارک. بشید بستیره عیدی نداریم باز. کدام بنزین در تلمیل میتیم بید ماشین های طرف باتیم. او کلایی ای خواهید گب نمیزنه. اینا هم که بوز فرستاد. تو داداش کچولی صحبت نمی کنی؟ نه اینم نکرد. ای تو بخیل لوجی. و آمدیم سراغ آقا داماد. سلام علیک. سلام. I wish you بچه ها صدای تان دیگه تان ببندید به خدا. میکروفون رو ببندید برمیگرده. بعدم این لوج اینجا وایساده زیشته به خدای تو کلان بروستر. خب اینم منصور آمدم سراغت دوباره بودم. سلام everyone. I wish you a good Eid. All your family. Stay sound and be safe. Thank you and Thank you. عید مبارک. این دوباره فکر کنم میخواید عید مبارک بکنه. ای والله عالی بود. عالی بود بچه ها، عالی بود. خب بریم بچه ها دیدنی. ما میریم خانه نفر محترم آمده است. بریم خانه یک گزی دوست آشنایا ها ببینیم چه خبر است. یا مثلا حال شما فکر کنید دیگه جای دور است دیگه، ما قدمتر میریم دیگه. این خانهشان خیلی بد جای هم هست یا بالای بام در آمده یا چرا؟ این تو در بزن. جلینگ 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 جلینگ. سلام، عیدتان مبارک. خوب هستید؟ داخل ایز غازی ها روی مخی کن. بیا روی مخی کن. بیا این روی مخیه دیگه. سلامت باشید. خوب هستید؟ روی مخی کنید بچه. بالای بام میریم. در هوا خوب است. دمی هوا خوب است. این خب بانداج است. جای کیکه. سلام، چطور هستی؟ این نلغه تان چقدر کلان شده. این نام خدا جوان جیب جوان شده. پدر تان اینجا. پدر جان خوب هستی؟ کمر درد بودی آخرین بار؟ خوب شده؟ جان جور شده؟ در ما یک کمک آلزایمر داره، یادش رفته آلزایمر داره. خب خیر است. همی که تن سالم است. همینجا خیر است. خیر است. کرونا تایم است. زیاد نزدیکش نمیشیم. پیر است. کدام مشکل برش پیش نه. خب خوشحال شدم که دیدم تانه. ما میریم بخش جای دیگه میریم. در کدام جای دیگه میریم. شما که یک کیک هم بر ما نداد، یک آب میوه هم ندادید. برو دیگه خانه تان نمیم. برو دیگه خانه تان نمیم. برو هیچ خانه تان نمیم. برو خانمانه شانه چی نداریم به خدا. چی نداد مرا خانه چون یه چیز پیدا نمیشه. گشنه که کار شیرینی ها را قایم کرده بود بیخی. احتیاط نزنه مورالی.
اینجا خانه فامیلای دیگه هست، اینجا دوستای دیگه اینجا هست. این چقدر پس کوچه داره خانه یا پر از کوچه پس کوچه هست. جلینگ 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 جلینگ. سلام، خوب هستید؟ درتان باز بود شما. عید خودتان مبارک. چقدر مقبول شدی بیایم بچه‌م خواستگاری کنم داره. خیلی مقبول شدی. عینک‌هایت سعی کردی. چقدر کلان شدید شما ندیدین تا چند وقته. اوه چقدر خوب انشالله. دو قلی والا خب ما دو تا رو بگیریم برای یک بچه ما خیلی. خب چه خبر دیگه؟ پذیرایی نمیکنید از ما؟ داخل نمیگی بیا؟ روی ماخی خود نمیکنیم که کرونا هست. لباس نمیتون فعلا. من لباس کدام جای دیدنی برای لباس بگیره بیته؟ نمیتون لباس نمیتون. خب بچه سلامتی کدام پذیرایی نمیکنید؟ خشک خالی؟ خب میوه خشک بخی دیگه بار نمیاره ده. اگه آب میوه ندارید چیرنی میری ما خسته شدیم بچهش. بیا بریم که سلا را گرفت نزنه ما را دیدنی. بیا دیگه جای میریم. بریم بخیر. خدا یارتان. باز بخیر میایم خواستگاری میایم. نمی تو مقبول هستی شما. ایدی چی کشکی چی. بریم یک خانه فامیلای دیگه بریم که روز ناوقت شده. سعی کن از اونم میه شام شد دیگه. بعد از خانه نفرات شعبانی. یام در شام بازه. یام کجا رفته؟ درتان باز بود. سلام، عیدتان مبارک. علیکم السلام. پپسی را خب میخورم که چی شما؟ ای بابا شما میمانایتان روی صندلی باید بارید. خودتان رفتید اونجا ششتید. تشکر. ما دیگه ناوقت شام بود خانه تان آمدیم. ببخشید اگه خو میشیدید. حالا پپسی را یوم تل میتوقرم سایکل. هر جای رفتیم ما تل. نوش دمت گرم. این پیپسی را خدا یارتان. دیگه جای رفتیم امیرم نداشتن. کرونا تایم بود مغازه بسته بودن. میگه جای نرفتیم بانه آوردن کلشان. والا ناصر جان با اجازت ما بریم یک نماز عید بخونیم. نه وایستا کار دارم. نماز عید خصوبکی مرال شام شده. ببیشی اشتباه گفتی. این ریشکی را که میبینم ریشایش همی تو بخی میترسم که کدام گپ دارم بیان کنم. ما آمدیم دخترک تان دمی روز عید از تان خواستگاری کنیم. من او شرمم شده پشت سر قایم شده. چی رقم دمی بچه کلانم میره خواستگاری میکنیم. سعی که نه منصور جان هستم. چی گفتنی دارید؟ میتید نمیتید؟ والا این در پوچینکی یک چند تا چیز داره. یک چند تا خانه داره. فهمیدی؟ خانه های چند طبقه داره دیگه. موتر هم داره اسکین هم داره موترهاش. فهمیدی؟ لباس های اسکین دارم داره دیگه. یک چند تا فرند رفیقای خوبی هم تو کانکرری داره در لیست فرنداش. چی رقم گوز؟ مرد کامل نشده. ای بابا خواه نال خوبی شد. ایرم نهریه و چیزا را یوسی هرچه قبانی ما در خدمتیم. چند کا یوسی باشه فرق نمیکنه. سیلور باشه دیگه هرچی باشه که ما رای نزن سر ایگه پا دیگه. چه رقم؟ امین لوجک نامت چیه؟ دختر نامت چیه؟ خب بریم آله چون تای صبر کن.
تایم عید است دیگه، همین عروسی را بخیر تا چند دقیقه دیگه عروسی را برگزار میکنیم دیگه که تمام شه بره، شیرینی خوری انا بندان کلش یک جا. چطور چی گفتنی دارید؟ خب بریم بخیر، بیایم بریم بخیر، بریم که یک جشن میگیریم دیگه. بیاین بریم امروز شما بیاین. بیا تبریک میگم براتان عروسیتان. آمدیم امروز دیگه بخیر عروسی است، آمدیم قدم دیگه کم ذره بچهش همین دانس کنیم دمی روز عید بچه هم حالش برو بعدا میکس میکنیم، هر کدام یک دانس بزنه که من هر کدام یک دانس کنه جدا که من فیلم دیگه میگیرم. سبزه با سبزه شیرین شیرین ای سبزه، سبزه با سبزه شیرین شیرین ای سبزه، شمال از بالا خیزد زلفکایش میلرزد، شمال از بالا خیزد زلفکایش میلرزد. ای نازکات میگردم تو یارکی نباشی، ای نازکات میگردم. عروسه بردی سبزه با سبزه شیرین شیرین ای سبزه، سبزه با سبزه شیرین شیرین ای سبزه، شمال از بالا خیزد زلفکایش میلرزد، شمال از بالا خیزد زلفکایش میلرزد. رکورد توسط بابرجان امینی